برادر عزیزم، اولا پیش از اینکه تاجیکستان با اینو مسجد ضرور گفته میشود نمیشود، اولا ما شما خیلی سوال اولتون قسم اول بگفتید که مسجد زیرو را به ما شناس کنید که ما چگونه خودمون مسجد زیرو را شناسیم، چگونه فهمیم که این مسجد یکی از مسجدها مثلا زیرو است یا غیر زیرو. اولا مسجد زیرو خیلی مسجد است. مسجد زیرو یک مسجدی که زیرور ضرر آورنده به مسلمان ها است. زیرور از ضرر گرفته شده است. کلمه توجیکی ما ضرر از همین کلمه عربی است. زیرور ضرر رساننده. شاید در حیرت مانید که آیا مسجد هم ضرر می رساند؟ مگر مسجد خانه الله نیست؟ مگر مسجد جای عبادت نیست؟ مگر مسجد جای مقدس نیست؟ مگر مسجد جای بهترین نیست؟ مگر الله امر نکرد که در مسجد عبادت کنید؟ بله، الله امر کرد که در مسجد عبادت کنید. مسجد بهترین جا، مرکز مسلمان ها، همین جای سیاست و جای مدرسه و جای علم و جای فرهنگ است، مقدسات است. ولی کدام مسجد؟ مسجدی که تقوا باشد، یعنی مسجدی که به خاطر الله پوشیده شده و در درون این فقط حق گفته می شود و مسلمان ها را به جانب حق و راستی و یکتاپرستی می برد. انا این مسجد بله مقدسات مسلمان است، شعار اسلام است. فرض است که این مسجد ما پر کنیم، درونش به پر شویم، درون این مسجد باشه. اما دومین نمود مسجد است مسجدی که از اولین روزی پوشیده شدنش مقصدی بد در پوشنده هاش وجود داشت. در اولین روز غشت اولش رو ماندن، در بنا کردن اولین غشت اول این مسجد، بنا کننده هایش، پول دهنده هایش مقصدی بد داشتن، مقصدی ضرر آوردن به مسلمان ها. چخیل مسلمان ها رو در اینجا جمع کرده، شبهات رو منتشر کردن، ضد یکتاپرستی گپ زدن. مسجدی که خانه الله است، شعار دین است، این مسجد به یک خانه کفر و شرک تبدیل دادن، کفر و شرک فتوا دادن، ضد دین الله کار کردن، انا اینجا دفاع طاغوت‌های منتشر کردن. مسجدی که انا همچنین باشد این ضرر برای مسلمان ها است، تفریقه کننده مسلمان ها است. این جای شبهه افکنی است، جای دفاع طاغوت ها است، جای رد حق و رد مسلمان ها است. این مسجد نامش مسجد ضرر آورنده است، مسجد پرهیزگاران نیست. مسجد التقوا مسجد پرهیزگاران است. این مسجد ضرر آورنده ها، مسجدی که نقشه کشیده برای نابود کردن و تقسیم کردن مسلمان ها، فتنه کردن در بین مسلمان ها، این مسجد ساخته شده است. انا این مسجد زیرار میگه. آیا همچنین شدنش ممکن است که در بین مسلمان ها مسجد زیرار پوشته شد؟ بله. فراموش نکنید که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمان ها وقتی که قوی شدند، منافقین به اسلام داخل شدند. یعنی چه خیلی آدم هایی که اصلا اسلام بد میدیدند، از اسلام خوششون نمی آمد، از حکم های اسلام خوششون نمیاد، از حلال و حرام و جزای و عبادت خوششون نمیاد، بدشون میاد. اما به خاطر دنیای از دست ندادن که مسلمان ها به قوه شود، ما بی پول و بی مال و بی خانه نمانیم، بیاید از جمله اینها شویم، گفته ظاهرا اسلام قبول کردند. لیکن همیشه میخواستند که اینها در بین مسلمان ها تفریقه به وجود آید، فتنه به وجود آید. مسلمان ها در بین خود زنازنی کنند، در بین خود فرقه های نو به نو به وجود آید، حزب ها به وجود آید، مسلمان ها همدیگرش تکفیر کند، مسلمان ها همدیگرش زند، کشد، یکیش الله در بالا گوید، یکیش در پایان گوید، اینش که مشغول شود. بیننده منافقا چیکار کنند؟ برایت مزه کرده هم از پول اینش گیرد و خورد، هم از پول اینش گیرد و خورد، مزه کرده گرد. منافقین برای به همین مقصدش رسیدن در زمان رسول الله انمی خیلی یک مسجد بنو، مسجدی که در اساس تقوا، در اساس توحید، در اساس عقیده نی، در اساس پلن نقشه فتنه، که چیکار کنیم که وحدت صحابه ها را به نابودی کشیم، در بین صحابه تفریقه بیاریم، پیشروی محمد علیه الصلاة و السلام رسول الله گیریم، پراکنده شوند، غلبه کنیم.
و این نیت خبیثانه در همان روز بود. او روزه منافقا ضعیف بود، لیکن امروزه منافقا یکی خودش مسلمان میگوید، خودش جنتی میگوید، اما مسلمان میکشد. هزارها مسلمان در ترمه. کلمه لا اله الا الله از شیطان هم سخت‌تر بد میبیند. تمامی جنایت هایی که در اسلام است و جزاست در اسلام است انکار میکنه. قرآن افراطی میگه. این قرآن میگه 1400 سال به پیش به داخلش است. قرآن که حکم کردن عصر سنگ به رفتن میگه. حرام کرده ها قرآن همیشه حلال میگه. ضد الله و رسول میجنگد و باز خودش جنتی میگه. و باز این خوبسا ملا دارد. ملاهاش همین جنتی گفته این به جنازه کرده، این به قرائت میکنه. این یک سیستم که به اسلام می جنگند به نام اسلام. اینها این طاغوت ها و لشکرانش به اسلام شب روز می جنگند و باز اینها به خودشون مفتی دارند، ملا دارند، شیخ دارند و اینها علما و دعوتگر و همین چیزها را دارند. مسجد دارند. اینها مسجد دارند. مسجد اینها به خاطر چی است؟ ضد اسلام کار کردن، ضد موحدین کار کردن، نابود کردن مسلمان. مفتی اینها به خاطر چی است؟ به خاطر فتوا دادن به ضد موحدین، به خاطر نابود کردن قرآن و سنت و مردم گمراه کردن. دعوتگراش برای چی؟ دعوتگراش برای این که مردم به نشان دهد که طاغوت‌ها خوب هستند و مسلمان ها قرآن و سنت بد است. البته روی راست نه، اینها فونکسیه ها دارند، فریب و نیرنگ دارند. عیناً امروز حکومت تاجیکستان همین کار کرده است یا نه؟ بله. و مخالفای تاجیکستان هم عیناً همین کار میکنند. همین روز کرده است، حکومت اگر اینها پیغام خیلی میکنه. هر دوش کرده است یا نه؟ بله. اینها این جماعت ها، این غلو کرده های گمراه افراطی تروریست ها، اینا تروریست هستند. افراطی ها به خودشون کابینت دارند. مسجد کابینت کردگان اینها. مسجد برای اینها یک کابینت خیلی هم زور است. برای چی؟ برای اینکه اینها کلوب به 100,000 و 200,000 آدم جمع کردن نمیتونند. دیسکوتک به 100,000 و 200,000 آدم جمع کردن نمیتونند. توی و عروسی نمیتونند. مسلمان ها را به دیسکوتک و به توی و به این و آن جمع کرده فریب دادن نمیتونند. این خوبسای طاغوت ها، این منافقین، این دشمنان الله رسول میدانند که مسلمان ها را فقط یک جا به جمع کرده میشن. این مسجد است. از نام الله مسلمان ها را همون هم آدمای جاهلش جمع کردن ممکن است. انا همین جنده فکر اندیشه مسلمان ها را دیگه کردن ممکن است. اینا دیگر جا ندارن. دیگر جا به مسلمان ها جمع کردن نمیتوان. برای همین هر یک طاغوت به خودش کابینت میکشد. نام کابینت اینها مسجد است. دوم پروپاگاندا میکشد. نام دوم پروپاگاندا اینها مسجد. شما به اینها نامش مسجد میگن. شما مسلمان ها این مسجد فکر میکنید. لیکن در نزد این طاغوت ها این دوم پروپاگاندا، خانه تبلیغاتی، خانه مغزی سر دیگر کنی، مغزی سرشویی، خانه گمراه کنی، خانه ظلم، کفر و شرک منتشر کردن. اعوذ بالله. دین الله استفاده میبرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم تفریقه کنند، گمراه کنند، موحدین زنند تا که خودشون در کرسی باقی مونند. برای اینکه خطر کلام فقط از مسلمان ها اینو میبینه. برای چی؟ برای اینکه بله در حقیقت مسلمان ها مردم عاقل، زنده، بیداره که تا امروز هیچ کس اینها را کشته نتوانست. دیگر ملت غیر از مسلمان ها به نرکه مشغول است، به شراب الکل مشغول است، به زنا مشغول است، به گلوبایی مشغول است. اما مسلمان ها از این چیزا دور است. به جنگ های بی‌معنی مشغول است. مسلمان ها از همه چیزهای بی‌معنی ناحق دور است. روز به روز زیاد شده و قوه آینده همه میداند که در دست اسلام مسلمین است. برای همین اینها از همین مسلمان میترسند که این هر روز از خوابش یک نقشه که میخیزد، این عرق خونونیده مست کرده الکل کرده نمیشد، گلوبایی به برده نشود، زنا به برده نشود، دیسکوتک نرود، توی به رفته رقص بازی نکرد. این چیکار کردن؟ اگر همیشه رفته استاد روز به روز مسلمان ها قوی شوند، تمام یگان کرسی، یگان ظلم، یگان دیکتاتوری در رو بروی مسلمان ها ایستاده نمیتوان. دور است یا نزدیک 10 سال 20 سال 30 سال بالاخره شکست میخورد. اما
یگانه چیزی که مسلمان ها را گمراه کردن ممکن است مسجد زیبای کلان میکشوید، بالاش و مسجد می نویسد، ذکر می نویسد، آیت های می نویسد. 4-5 ملایی که در تگ سلیش پگان است، در دو کتفش این یا نمیدونم کاپیتان است یا نمیدونم مؤذیناش همیش اینا چی است، لیتنانت است، سرجند و لیتنانت، و باقی موندهش کاپیتان. او تو درجه این پالکونیک و پالکونیک رفتگی ها هست، انا این ها رو آورده میمونه. امام تو پالکونیک طاغوت سجده میکند، ناخون طاغوت میخرد. اینا دستی طاغوت بوسه کردن به حتی حقش نیست. اینا فقط همین جاهای پسترین خورده بوسه میکنه. اینقدر درجهش پست است در نزد طاغوت که این خوب است. اینها مسجد میسازد، انمین ملای ورده میموند. انمین مسجد زرار است. این مسجد مناره دارد، این مسجد منبر دارد، این مسجد گلیم های قیمت دارد، این مسجد 100,000 200,000 آدم میبرد. این مسجد به یک اذان میچیغد، یک اذان ندا میکند که گریه میکنی، یک امامش قرائت میکند که ماشاءالله تبارک الله، میکروفون هایش همین خیلی زیبا صدا میبرارد. در یگان مسجد نیست. این مسجد تازه آزاده، بویش خوش. برای چی؟ برای که میخواد که همه همینجا به جمع شود، همه همینجا به جمع شود که یک بارنده 100,000 200,000 آدم ویروسی که از کرونا ویروس بدتر است، ویروسی مغزی سرشویی است، کفر، شرک، طاغوت پرستی را منتشر کنه دو سرتیت. 100,000 آدم به اسلام دیگر خیلی میفهمند، قرآن دشمن میفهمند. مسلمان هر روز گریه کرده سوره فاتحه را میخواند، لیکن معنای سوره فاتحه به ضد است. همین طلبات قرآن دشمن میفهمند. حلال حرام قرآن اصلا عمل نمیکنند. کسایی که به قرآن عمل میکنند همونهای دشمن حساب میکنند به سبب مسجد زیرار. انا این است مسجد زیرار. انا این خیلی مسجد به اسلام حکم دارد. حکم این الله از بالای آسمانی 7 آسمان از بالای عرش بیان کرده و میگه که این مسجدها به اصلا نزدیکی نکنید. این مسجدی که به خاطر الله پوشیده نشده است. این مسجد برای فریب و نیرنگ گمراه کردن شما ای مسلمان ها پوشیده شده است. نظر کن سوره توبه، یا اینا نمیشه براعت هم میگه، آیت 107 میشه. الله به شکر که در همین سوره چقدر الله به ما احکام بیان کرده است. سوره سلام توبه علیکم 107 رحمت الله. به الله سبحانه و تعالی میگه، یک لحظه همین توفه فرو دادم به سلام علیکم میگه، مونت گپ تموم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. 108 لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. دو آیت به الله دو مسجد بیان کرد. اول مسجد زرار، سوره توبه 107 الله گفت آنهایی که گرفتند، ساختند، بنیاد کردند، قرار دادند مسجدی ضرر رسانه را، زرار برای مسلمان ها ضرر رساننده مسجد ساختند، و کفرن مسجد را که در اینجا کفر بیان میشه، و تفریقا مسجد را گرفتند که تفریق بین المؤمنین، بین مؤمنین میاند، و ارصادا جای میدهد و جمع میکند لمن حارب الله و رسوله، کسایی که دشمنی الله و رسول هستند اینجا به جمع میشه. مسجد زرار چه خیلی شناسیم. مسجد زرار 4 صفت داشت. مسجدی که
ضرر رساننده برای موحدین و مسلمان های مؤمنین هستند. پیروان قرآن و سنت با فهم سلفین اومد به ضرر میرساند این مسجد. در اینجا کفر منتشر میشد، در اینجا تفریقه در بین موحدین است، شبهه و فتنه هست، رد موحدین است، و در اینجا منافقین و کافرها جمع میشه. این 4 صفت دارد: ضرر، کفر، تفریقه و جمع شدن منافقین و کفر. این مسجد زیرار است و باز اینها قسم میخورند. ببینید الله میگه که ای مردم احتیاط باشید که نبینید ولیحلفون این اردنا الا الحسنى. همون کسایی که مسجد پوشیدن، مسجد زیراره، کفر، تفریق بین مؤمنین و جمع کردن منافقین پوشیدن، قسم میخوردن، حتما قسم میخوردن که بجز خیرخواهی، بجز نیکی دیگر مقصد نداشتیم، مقصدی ما پاک بود، نیتی ما خوب بود، فقط نیکی بود میگفتن. همین خیلی قسم میخوره صاحب این مسجد. لیکن الله میگه که والله یشهد انهم لکاذبون. الله قسم میخورد که اینها، الله شهادت میدهد که اینها دروغ میگن. و الله بعد از این میگه که لا تقم فیه ابدا. انمی خیلی مسجدایی که در این مسجد ضرر برای موحدین است، کفر منتشر میشود، تفریقه بین موحدین میشود، منافقین اینجا به جمع میشن، هرگز در آمده نماز نخوانی. مسجدی زیرار است. پیامبر الله من کرد در آمده نماز خوندن. و این مسجدی که در مدینه ساخته شده بود در عهد پیامبر، الله پیامبر امر کرد که رو این مسجد کوچون خراب کن. پیامبر رفت، مسجد کوچونید، خراب کرد، سوزانیدن مسجد. و این پایان نیافت، جای مسجد موسورگاه، پرتابگاه قرار داد تا روز قیامت. این امر الله و این سنت رسول الله، این باید عبرت به موحدین شود که مسجد زیرار نابود کرده می شود، جاش موسورگاه، پرتابگاه قرار داده می شود. اینقدر این مسجد زیرار بد است. و یک امام موحدی که در این مسجد نفهمیده امام شده بود، اصلا دیگر امامتی به اجازت ندادن. اجازت ندادن که تو دیگر امام شوی. تو چه خیل گفتن موحد هستی که تو را منافقا استفاده بود، تو دیگر امام شوی به حق نداری. تا زمان عمر رضی الله عنه. بارک الله فیکم. ابن جریر الطبری رحمه الله گفتند که در زیر این آیت والذین ابتنوا مسجدا ضرارا وهم فيما ذکر 12 نفسا من الانصار. در زمان پیامبر کسایی که مسجد زیرار را پوشیدن 12 نفر بودند، از اهل مدینه بودند، انصاری ها بودند. خیلی که به سندش ذکر میکنه. و بالاخره انا همین است مسجد زیرار. والذین اتخذوا، همین آیت فراموش نکرد، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هر صفتی که نمی 4 صفت در مسجد زیرار باشد، در مسجدی باشد، نماز خونده نمیشه. اما مسجدهایی که مردم پوشیدگی هستند، ببینید مسجدهایی که در تاجیکستان یا در روسیه، در تمام عالم خودی مسلمان ها پوشیدگی هستند، مقصد از پوشیدنشون ضرر رسانیدن و مسجدن ضرارا و کفر و ارصادا یا که و کفرا و تفریقا، تفریقه و کفر نبود. این مسجدها اگرچه امامش طاغوتی باشد هم اینجا به در آمدن نماز خواندن درست است. برای که پوشیده ها اینا برای چی پوشیدن؟ آیا برای ضرر رسانیدن، برای کفر، برای تفریقه پوشیدن؟ نه، اینا برای در حقیقت خالصانه مسلمان ها برای عبادت پوشیدن. برای در اکثر مسجدهای تاجیکستان نماز خواندن در آمده میشد، اگرچه از پشت امامش نشود هم از خودی مسجد میشد. جزاک الله خیر. امروز حکومت میپوشد، مسجدهایی که حکومت میپوشد و ملاهاش برای مسجد زیرار است. مسجد نوی که امروز در تاجیکستان است به پول قطر پوشیده شده است، قسما پول تاجیکستان هم هست. تا روزی که در دست همین حکومت است، تا روزی که این حکومت استفاده میبرد، این مسجد زیرار است. اما بعد از اینکه این به دست مسلمان ها غلطید و
خود مسلمان ها موحدین استفاده بردن از زیراری بعد از این بیرون میشن. امروز این مسجد زیرار است. این مسجد نو کلونی که است در آمده نماز خواندن و فریفته شدن 4-5 ملاهای گمراه کافرش و یا گلیم نوش و زیباگیش البته این درست نیست. به این مسجد نزدیکی نباید کرد.